ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. آغاز همه سخن سلام است، زیرا که سلام کلام خدا است. سلام و درود بی پایان به شنوندگان و تماشابینان عزیز. موضوع امروزه ما رستنی بوی مادران می باشد. تا آخر ما را گوش کنید، به ویدیو لایک مانید و دوستان خود را به این کانال دعوت نمایید. ما در رفت ویدیو به شما از این رستنی چگونه تیار کردنی، دورواری و برای کدام بیماری ها استفاده بردن را معلومات می دهیم. این رستنی در جایهای یعنی کوهسارها، صحراها و جایهایی که مثلا نیم بیابان‌های و بیابان‌ها در بین سنگ‌های و رگزارها می‌روید. مزاجش در درجه دوم گرم و خشک است. خصلت‌های شفابخشیش باشد: اگر 7 گرم گل زرد این گیاه را کوفته با عسل بخورند، همه نوع‌های کرم معده و روده را، حتی کرم کدودانه را هم می‌ریزاند. 9 گرم گل آن را در آب جوشانیده آن آب را بنوشند. اینچنین در آبی که این گیاه جوشانیده شده باشد تا ناف در آمده نشینند. حیض بند شده را میکشاید. تولد کردن را آسان میکند. دهن بسته بچه‌دان را میکشاید و ورم این عضو را تحلیل میکند. سنگ خیچک را معده کرده میریزاند. بچه را از شکم زنان حامله میافتاند، ولی اگر همراهکی طفل نبرآمده باشد خارج میکند. اینچنین زخم‌های بچه‌دان را فایده دارد. 7 گرم گل آن را یک شبانه روز در آب تر کرده آن آب را بنوشند، همه نوع‌های تب را دفع می‌سازد. 9 گرم آن را در آب جوشانیده آن آب را بر دوام بیاشامند، یعنی در یک روز یک مرتبه، دوم روز باز یک مرتبه بیاشامند، خصوصا بیماری های بچه‌دان را زودتر صحت می بخشد. در روزهای نوشیدن وقتی که آبی این را می نوشید، نباید همان روز غذاهای روغندار استعمال نمایید، یعنی که باید شما همان روز غذاهای بی روغن استعمال نمایید. این برای تبابت شرط و ضرور است. این گیاه را کوفته گذاشته بندن همه نوع‌های درد سر را تسکین می دهد. گره درونی معده را میکشاید و این عضو را قوی میگرداند. ورم پرده ها و خودی معده را که سببش جمع شدن بلغم در این عضو باشد تحلیل میکند و خواب سخت و دور دراز را به اصلاح میآورد. اگر کوفته این را به سینه گذاشته بندند، درد عضوهای درونی سینه را دفع میکند. به زیر شکم گذاشته بندند، پیشاب و حیض بند شده را میکشاید. اینچنین ورم‌های عضوهای در این موضع شکم بوده را، یعنی ورم‌های خیچک و بچه‌دان را تحلیل و دردهایش را شفا می‌بخشد. اگر این گیاه را در آب جوشانیده آن آب را کم کم و بردوام بریزند، یا این گیاه را گرم کرده چون گرمبندی به این عضوها بگذارند، بیماری‌هایی که در بالا ذکر کردیم به تحلیل، یعنی که شفا می‌بخشد. گرفتگی سوراخ‌های بینی را می‌کشاید. زکام را صحت می‌کند. چرخ زدن سر و سیاه زدن چشم را تحلیل می‌کند. آبی را که در آن گل این گیاه جوشانیده شده باشد به درون بینی بکشند، زکام را دور می‌سازد و بیماری‌های معده را صحت می‌بخشد. آشامیدن این به گرده ضرر دارد. در این مورد ارپپودیان استعمال نمایند. زیانش را اصلاح میکند و اگر به دیگر عضوها ضرر رساند تلخ شواک استعمال نمایند. مقدار یک بار خوردن از گل آن در یک روز تا 15 گرم است. در ترکیب این رستنی ماده های خیمیایی، یعنی که ماده های دباغی، کاروتین، کسلات های ارگانیکی، قطران، ویتامین های C، K و دیگر ویتامین ها وجود دارند. ماکرو المنت ها و میکرو المنت ها باشند: کالی، کلسیم، مگنی، فرون، نیتی، آلومینی و دیگر المنت ها خیلی زیاد هستند. مهلت استفاده برای این علف 2 سال می باشد. گلهایش را باشد تا 3-5 سال استفاده برده می توانید. این بود معلومات درباره رستنی بوی مادران.
шунавандагони азиз, ба канали мо обуна шавед, моро дастгирӣ кунед ва ба видео ҳатман лайк монед. дӯстони худро ба канали мо даъват намоед ва агар дигар хусусиятҳои шифобахшӣ инро дар таҷрибаи ҳаётии шумо дида бошед, ба комментария нависед, то ки мо ба гӯши дигарон расонем. хуб, ҳамеша саломату солим ва бардавом бошед. худованд ҳамеша мову шуморо дар паноҳаш нигаҳбон бошад.